Passion kata. Cuma kan? Ni. Passion kata kita. Yang lepas semua dah. Ya sizin abdo. ما شاهدی آن گردیدیم که سنه 5 دکبر سال جاری با ابتکار رهبر کشورمان کنفرانس بین المللی بخشیده به 115 سالگی و علامه باباجان غفورov و برگزار گردیدن محض در آغاز آن رهبر دولتمان سخنرانی نمودند. ببینید نمونه عالی ارزشگذاری و گذشته خود را که رهبر دولت خدمت‌های باباجان غفورov را در جمع و شناسنامه ملت تاجیک کتاب فردوسی بزرگوار را نیز به هر یک خاندان تاجیک دسترسی نمودند، سپارش دادند. خود قضاوت کنید، مگر این ارزشگذاری به گذشته خویش و فرهنگ خویش و فرزندان فرزانه ملت تاجیک نیست؟ پس ما مطمئنیم و از آفریدگار ایمانی کامل داریم که با همین خصلت و رفتار نجیب و ارزشگذاری به گذشته نیاگان خود این ملت کهن بنیاد تاجیک با چنین رهبر خردمند آینده‌بین پاکدل قوی بارها اذیت‌های فراوان کشیده است. از جمله اندیشه خرافاتی‌هایی که نهضتی‌ها ترغیب می‌کردند و می‌کنند یک مرتبه دولت و ملت ما را به ورطه کشانیدند. خوشبختانه در همان شرایط حساس با عنایت خداوند و به بخت ملت زمام دولتداری را پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به دست گرفتند و در نتیجه سیاست درست و سنجیده سرور دولت امروز ما به حیات آسوده و آسایشته برگشتیم. امروز ما همین افتخار کافی است که ما در مرز و بوم اجدادی خود دولت ملی خود را داریم تا سرنوشت خود و نسل‌های آینده خود را با دستان خود رقم می‌زنیم. پس اگر هر کاری خوب و پسندیده‌ای می‌کنیم به خاطر امروز خود و آینده درخشان فرزندان و نسل‌های آینده است. اما اگر خدایی نکرده در انجام رسالت‌های انسانی خود کوتاهی می‌کنیم، پس این کوتاهی نسبت به تقدیر فرزندان و نسل‌های آینده ما است. امروز در دنیا خلق و ملت‌هایی هستند که شماره‌شان از 20 تا 30 از 70 تا 80 میلیون میرسد، اما برایشان برخورداری از نعمت صاحب دولتی میسر نگشیده است. یک وجب زمینی ندارند که بالای آن دولت سازند. پس ارزنده است که ما از همین نعمت صاحب دولتی خود افتخارمند و شکرگزار باشیم. اگر ما اندیشه ملی را پایدار و مقدسات آن را استوار نگاه داریم، سعادت ملت بردوام می‌گردد، کشور آباد و ملت سربلند می‌شود. در عکس حال ما شاهد شده ایستاده‌ایم که ملت‌های دورمانده از هویت و فرهنگی خود به چه روزهایی رسیدند. دعا کنیم که خداوند ما و شما را به راه راست هدایت کند، در کار و زندگی رحمت و برکت خود را ارزانی دارد و وطن عزیزمان را از هر گونه فتنه و دسیسه داخلی و بیرونی نگهبان باشد. رحمتک یا رحمان. رحمتک یا رحمان. الحمدلله.